خب حالا من بیام ضمایر ملکی هم بهتون بگم. اینجا ماین، ایک میشه ماین، دو میشه داین، میشه زاین، زی میشه ایر. خب حالا یه نکته، وی میشه اونزا، زی میشه ایر که ایش بزرگه، زیا همیشه ایشون بزرگه. شماها میشه آیا، شماها میشه آیا و زی آنها میشه ایا. حالا یه تشابهاتی به وجود میاد. حالا میگم ماین فاتر، پدر من هست، ماین فاتر است، پدر تو هست، داین فاتر است، پدر اون پسر هست، زاین فاتر است، پدر اون دختر هست، ihr فاتر است، پدر ما هست، unser فاتر است، پدر شما هست، ihr فاتر است، پدر شماها هست، euer فاتر است، پدر آنها هست، ihr فاتر است. meine Mutter ist، deine Mutter ist، seine Mutter ist، ihre Mutter ist، unser Mutter ist. خب حالا این ایغا رو دیگه من با این ایه نمیتونم دیگه اشتباه بگیرم. این جانشین یه اسم میشه، این بعدش یه اسم میاد چون ضمیر ملکیه. یعنی ضمیر ملکی در این حالت ایه هیچ تغییری نکرد. از کجا میتونیم بفهمیم فرقشونو؟ تو جمله وقتی در مورد پدر آنها دارم صحبت میکنم مسلما منظور اینه. اگه من دارم در مورد یه دختر صحبت میکنم، یه دفعه گفتم مادرش، پدرش، در مورد اینه. یا پسر صحبت میکنیم زاین هست. حالا بریم مثال بزنیم. میخواستم بگم که نه فقط ماین، همه اینها دیگه من الان بیام به جای این، به جای ماین بگم زاین، میتونم اینو داینو بیارم. هر جا داین اینجا ماین بود، داینم داین هست. اگه ماین شد داین میشه داینه. هر جا ماینن شد داین میشه داینن. هر جا تغییر نکرد اونم تغییر نمیکنه. به همین ترتیب اگر یه جا اون زاین بود، به همین ترتیب هر یه جا اون زا بود، اونزا اینجوری میخونن. آخرشو میگن اونزا میشه یکم شبیه اونزا فاتا ایست نت، پدرمون مهربونه. اونزا کیند ایست نت، بچه‌مون مهربونه. اونزا دیگه غ میشه. ich liebe unseren هم میگن، unseren هم میتونید بگید. unseren Vater، unser en میگیره. unser en میگیره که میخونین unserem، اینجوری میشه خوند. unserem هم میخونن، unserem تو روزمره سریع که صحبت میکنن میگن unserem Kind، ich helfe unserem Vater، من به پدرمون کمک میکنم. خب پس این پدرم، این پدرت، این اش پدرش، اینم اش پدرش، این امون پدرمون، این اتون پدرتون، این اتون پدرتون، شماها میگی پدر شماها، پدرتون، و این اشون پدرشون، پدر آنها پدرشون. مثلا ich gebe dir، من کتابم را به تو میدم، mein Buch، من کتابش را، کتاب اون پسر را به تو میدم، ich gebe dir sein Buch، sein Buch، کتاب اون پسره. را این جانشین چی شده؟ جانشین اس شده، اسی که حالت آکوزاتیو داره. گفتیم اینجا اگر این اس باشه اینم اس، اینم ایم هست که بیام اینم اضافه کنم، اس ایم. ich gebe dir sein Buch، مثلا من میخوام بگم sein Buch چرا زاینه نشد یا اینا، میگم آها این sein Buch من میدم به تو، او را، کتاب او را، کتاب او را داره آکوزاتیو هست. من کتاب او را حالت وسط هست چون داس هست میشه mein Buch، میشه sein، mein میشه sein و چون mein تغییری نکرده اینجا هم sein تغییری نمیکنه. حالا من میخوام بگم من میدم به تو او را، میشه اس که اس جانش او را و او یکیه. ich gebe dir es که گفتیم اگه دوتاشون ضمیر باشن آکوزاتیو ارجح میشه، میاد اینجا ich gebe es dir، من او را به تو میدهم. منظور از اس حالا اون کتابه. meine Mutter، مادرم، ausgehen یعنی بیرون رفتن بچه‌ها،
ausgehen بیرون رفتن. بیرون رفتن حالا واسه خریدی، واسه تفریح یا چیزی. ausgehen. بنابراین aus هست. خب اگر aus باشه aus جدا میشه میره آخر، مثل anrufen. meine Mutter gehen رو بخوام صرف کنم واسه موتا میشه geht. meine Mutter میره بیرون با خواهرم mit mein حالا Schwester. خب بعد از میت گفتیم همیشه داتیو میاد. میت در واقع بخوام بگم اینو جانشین کنم میشه میت ایه، درسته؟ میت ایه با او، خواهرم. خب این ایه ر داره، درسته؟ پس میتونم بفهم اینجا ماینا میشه میت ماینا شوستا. meine Mutter geht mit meiner Schwester aus. با خواهرم میره بیرون. حالا اگه با برادرم بود میشد چی؟ meine Mutter geht mit. اگه برادرم با او جانشینش ایم میشد، درسته؟ که این می میدونیم، آها این چون می داره ما اینم باید ماینم داشته باشه. mit meinem Bruder aus. mein Onkel یعنی onkel. mein Onkel میتونه بچه‌ها دایی عمو باشه یا شوهر خاله شوهر عمه، هر چهار تاش میتونه باشه. mein Onkel der Onkel هست، درسته؟ چون mein هیچی نگرفت این حالت میخوام بگم او هست. او spielt بازی میکنه. spielt با من mit mir Fußball بازی میکنه، فوتبال با من بازی میکنه. mein Onkel spielt خب mit mir با من، بعد از mit همیشه داتیو میاد، با من بازی میکنه فوتبال. با پسرش زون، پسر که نسبت داشته باشه میشه زون. خب با پسرش، اگه بگم با پسرش منظور از با پسرش با او هست، درسته؟ با او به جای ماین پس میگیم که آها با او ایم داره، پس اینم ماینم باید باشه و چون با پسرش هست باید ببینیم که زمین ملکی چی هست. ماینه با پسرش او بازی میکنه. mein Onkel جانشین ار شده، بازی میکنه با پسر، با زاین میگم. پس به جای ماینم میگم زاینم. mein Onkel spielt mit seinem Sohn Fußball. با پسرش فوتبال بازی میکنه. mein Onkel spielt mit seinem Sohn Fußball. mein Onkel spielt Fußball mit seinem Sohn. حالا اگر جمع باشه چی؟ جمع چی میشه؟ بچه جمع برای حالت نومیناتیو و آکوزاتیو و داتیو، منظور از نومیناتیو آکوزاتیو داتیو که چیزی که میگیم جانشین کدوم یک از اینا شده باشه، جانشین ار شده باشه، زی شده باشه، جانشین این زی شده باشه یا جانشین زی یا زی شده باشه، به هر حال جانشین چی شده باشه. اینجاها برای جمع هم که جمع میشه مثل مؤنث. مثلا بخوام بگم بچه‌های من میگم meine Kinder. بگم من بچه‌هامو دوست دارم ich liebe meine Kinder. فقط در حالت داتیو فرق میکنه. چرا؟ پس من میگم meine Kinder sind nett. حالت اونها هستم. این جانشین چی شده تو این جدول meine Kinder به نظرتون؟ آنها هستن نت. جانشین این شده آنها. من بچه‌هامو دوست دارم ich liebe meine Kinder. خب meine Kinder جانشین چی شده؟ من آنها را دوست دارم، جانشین این شده. ببینید که تغییری نکرد، چون اینجا زی تغییر نکرد، اینجا زی تغییر نکرد، اینجا meine تغییر نکرد، اینجا meine تغییر نکرد. حالا بخوام بگم من به بچه‌هام کمک میکنم ich helfe به آنها، میشه چی؟ ihnen اینجاست. ihnen. و چون ihnen en داره، میبینید بچه‌ها جمع داتیو هم یه ان همیشه میگیره. مثلا mein میشه meinen. ich helfe meinen Kinder که Kinder جمع kind هست. نه فقط mein ان میگیره بچه‌ها، توی اسم بعدی اگر به ان ختم نشده بود، دیدید که به ان ختم نشده به ر ختم شده، یه ان اضافه هم میگیره. ich helfe meinen Kindern. این فقط حالت، این هم حالت جمعش هست. خب من اینو بیام mein Kinder sind nett بیارم بزنم زیر آکوزاتیو، اینجا بیارم بزنم زیر نومیناتیو که meine Kinder جانشین زی شده. اینو بردارم بیارم بذارم زیر آکوزاتیو. من بچه هامو دوست دارم ich liebe meine Kinder که meine Kinder جانشین زی شده آنها را، و اینم بیارم بذارم زیر این ich helfe
meinen Kindern که به آنها اینن جانشین اینن شده. درسته؟ که این نه رو باید دقت کنید. ماینن رو فهمیدید چرا این گرفت؟ چون اینن خودش این داشت. درسته؟ ماینن، ولی کیندر چون به نه ختم نشده بود یه نه اضافه میگیره. مثلا اگه بخوام بگم تانت یعنی عمه، خاله، زنمو زندایی. مثلا بخوام بگم من به خالم کمک میکنم ich helfe ihr. ihr کجاست؟ ihr اینجاست. پس بخوام بگم خالم ماین میشه ماین نه، یه ری میگیره، این ری میمونه. ماین یه ری بخوام اضافه کنم ماین ر نمیشه که بخونی، یه ار اضافه میکنم، اضافه میکنم ich helfe meine Tante. حالا من خاله ها بخوام بگم تانتن، دیگه این به ان ختم شده. بخوام بگم من به آنها کمک میکنم ich helfe ihnen که ان باید بگیری meinen Tanten. ببین دیگه این تانته جمعش یه نی داره دیگه، من دیگه نی اضافه نمیخواد اینجا خوشبختانه اضافه کنم. ich helfe meinen Tanten به عمه هام یا به خاله هام یا به زنداییام یا به زنموام کمک میکنم. خب پس اینو شما الان یادداشت کنید علاوه بر اون جدول که تکمیلش میکنیم. اینم یادداشت کنید. حالا مایند رو فهمیدید چه جوری صرف میشه، این رو فهمیدید چه جوری صرف میشه و همه ضمایر ملکی رو بهتون گفتم اینجا. آیا یه مثلا بگم من بچهای شما آیا بچهای شما هستن. ماین میشه ماینه. درسته؟ اگه بخوام بگم آیا میشه آیا که اینجا این خیلی او تو ای میشه، به خاطر همین ای قبل از رو حذف میکنن، میگن آیغه کیندا. اگه تکی بود مثلا اینجا یه کتاب بود بگیم بچه بود آیا کیند، اینجوری مینویسیم. ولی اگه بعد از ری ای چیزی بیاد این ای قبلی رو حذف میکنن که راحت‌تر خونده بشه. آیا کیندا sind freundlich یعنی خوش برخورد. اونا به ما کمک میکنن. اونها sie helfen کمک میکنن به ما uns. من به بچهای شماها، حالا مثلا یه نفر هست به پدر و مادر من داره میگه، دوستانه داره میگه من به بچهای شماها کمک میکنم. ich helfe بچهای شماها، به آنها اینجاست ihnen. حالا میخوام بگم به آنها آیا، اگه ماین بود ماین یه ان میگرفت به خاطر این اینن این. درسته؟ حالا آیا باشه آیا ببین بعد از ر یه چیزی اومد، هر وقت بعد از ر یه چیزی اومد این ای قبلی رو حذف کنید. euren Kinder. اینه هم باید بزنم چون جمعه. درست؟ من کمک میکنم به بچهای شما، به آنها. حالا من میخوام بگم به بچهای شما رسمی بخوام بگم ich helfe ihr اینجاست. ایچو بزرگ می نویسم. به آنها کمک میکنم ihnen ان میگیره ihr ان میگیره ihren Kindern هم سه یکم آ میشه Kindern. ich helfe ihren Kindern ich helfe euren Kindern. این رو اگر فهمیده باشید این درس رو یه بار دیگه گوش کنید ببینید چه جوریه. آیا همه رو فهمیدید؟ آیا فهمیدید که منظور من از این حالت ها چی بود؟ mein Vater جانشین er شده بود اینجا، meinen Vater جانشین این شده بود اینجا. جاهاش مشخصه. اگر بدونید چی جانشین چی میشه تو این جدول تموم کارتون، همه رو میتونید بفهمید. اونجا meinen و این گفتیم که این هم خیلی راحته. این فقط این اول دی رو حذف کنید یا mein رو، همون این به وجود میاد و تموم کار. من یه مرد را میبینم ich sehe یه مرد را میبینم یعنی او را میبینم. اینه. درسته؟ که این نه رو باید دقت کنیم. آها پس اینجا من میتونم بفهمم آها من یه مرد را، اگه این نه بود یه ماین بخواستم گفتم میشه meinen Mann یه مرد را، که ماین نمیگم میشه حذف میکنم ich sehe einen Mann da اونجا ich sehe einen Mann da ich sehe da einen Mann. حالا ich sehe einen Mann ich sehe eine Frau یعنی یه زن را میبینم که
ایکسه زی او را اینجوری میشه، درسته؟ چون باید بگم تو اون جدول جانشین چی شده. زی مای نمیشه، آی نمیشه بس. خب این فقط با تمرین هست که فقط جا میفته بچه‌ها. الان شما اینها رو یادداشت کنید، این بخش رو یادداشت کنید، اینو یادداشت کنید که بتونید همیشه رجوع بدید، بگید آها این اینجاست، اون جمع اینجوریه، نومیناتیو، آکوزاتیو، داتیو، اینها جانشین چی میشن، اینها جانشین این و اس و هر چیزی میشن. تو جدول بتونید تشخیص بدید، اندونگا هم بتونید پیدا کنید که ماینن بشه، ماین بشه، ماینه بشه. و تلفظش هم که یه مقدار بهتون توضیح دادم تو درس‌های اصلی almanyfarsi.com. باز من بهتون گفتم اونا رو حتما دنبال کنید. almanyfarsi.com/german اینجوری برید مستقیم یه کوچیک بنویسید که اونا رو هم ما به ترتیب باز کردیم. حالا این هم یه کلیاتی بود واسه شما و در درس بعد هم بهتون توضیح خواهم داد اگر مثلا ماین اینجا نباشه، یه چیز مشخص باشه، دست باشه، اون موقع چیکار کنیم.